مسی میندازه برای نیمار، یک از نیمار میتونه تک به تک بشه و دروازه با نیمار و تو میگیره دیگو لوپز. یه بار دیگه سمت راست مودریچ پیک روی توپ اثر میذاره، دوباره بوسکت، آندرس اینیستا پرسنل به چشک انجام میدن، توپم میدزدن، کریم بنزما، گرت بیل بازی رفت که از چهره ضعیف تیمش بود اونجا در محوطه جریمه. کریستیانو رونالدو و دنی آلوز و داوری که دستور به ادامه مسابقه میده. بازی رفتم از کارلتو خیلی انتقاد کرد، سکونویس مارکا خواسته بود رو اخراج کنه از تیم رئال مادرید در همون لحظه بعد از اینکه از راموس در مسافت دفاعی استفاده کرد. پاس عالی اینیستا تک به تک و توی دروازه، یه گل فوق العاده از آندرس اینیستا و چه زیرتاقی زد اینیستا، با هم نگاه میکنه آفساید که اصلا نبود، یه جایی زد که دیگه نمیتونست کاری بکنه دیگو لوپز. فوق العاده بود پاس مسی و اینم پای چپ قدرتمند آندرس اینیستا. بیل پا به توپ حرکت میکنه، سرعتش بسیار بالا هست، همینجور همه دارن کنار میرن، توپ میرسونه به کریم بنزما، خطا کرده حتما دوباره آوانتاژ داده این ضربه از بنزما و توپا میگیره والدز. حرکت از مارسلو، دیماری پا قشنگ میزنه اونجا، کماکان داره توپو جلو میبره، پاس عالی و این توپ که به بیرون میزنه کریم بنزما. 226 ال کلاسیکوی قبلی 88 با بارسا برده، 90 بار رئال، 48 بار مساوی کرده. یه پاس در آوانتاژ فوق العاده از ماینکو، مسی و به بیرون میزنه توپو. چه توپی رو خراب کرد مسی. پاسو برای کریستیانو رونالدو شوت زن، ضربه رو میزنه کریستیانو رونالدو. دوباره خود بیل میبره به سمت چپ. توی دروازه یک ضربه سر و توی دروازه. گل برای کریم بنزما و والدز نمیتونه کاری بکنه. حسرت اینو میخوره که دستش به توپ خورد، میتونه توپو بگیره. والدز آخرین حضور احتمالیش در سانتیاگو برنابو. سانچو دیماریا، این توپ که کریم بنزما میزنه حساب کار 1-1 مساوی میشه. دیگه حرکت سمت چپ، محاول ارسال توپ، سانت میاد روی دروازه، بنزما و توی دروازه. گل دوم رو هم کریم بنزما میزنه و خوشحاله. آنچلوتی باید هم اینجوری فریاد بزنه. بازم نگاه میکنیم مجددا چه اشتباهی که ماسکرانو رفت که سر رو بزنه نزد. یه کنترل عالی و ضربه استادانه از کریم بنزما حساب کار رو 2-1 میکنه به نفع رئال مادرید. لب خط توپو میگیره آنخل دیماریا، بازم جا میذاره دنی آلوز، سانچ انجام میشه روی دروازه، کریم بنزما نجات میده تیمشو. پیکه بهترین موقعیت به بارسلونا بود که ضد حملات بره و تلاش کنه برای زدن گل بیشتر. مسی پاس عالی برای نیمار، موقعیت و این تو توی دروازه. گل دوم برای لیونل مسی و بارسلونا برمیگرده به بازی. ما هم نگاه میکنیم اینجا مسی از راه میرسه، ضربه رو به گوشه دروازه میزنه. کارواخال تو خوب انجام میشه، کارواخال دوباره ثابت توپ میشه، حالا سانتش انجام میشه روی این ضربه سر باز کنار دروازه بیرون میره. بیل همینجوری توپو جلوی عالی داره حرکت میکنه، بنزما این بار دیگه والدز میگیره. فوتبال مهیجی که در طول ایام نوروز دوستان در شبکه 3 و شبکه ورزش براتون پخش می‌کنم به شکل زیرنویس مراسم می‌کنه به چه ترتیب هست. حرکت از کریس رونالدو و پنالتی. آقای ماینکو در یک قدمی صحنه است، نقطه پنالتی رو نشون میده. اینجا با هم نگاه کنیم، کنم بیرون بود خطا روی کریس رونالدو، خطا که بود اومد به حرکت ادامه بده، اینجا خطا کامل بیرون بود. آخه دیگه این تصویر کامل گویاست، ادامه هم پیدا نکرد بره داخل خودش انداخت زمین. کریس رونالدو در برابر ویکتور والدز ضربه رو میزنه و توی دروازه. گل سوم برای تیم رئال مادرید توسط کریس رونالدو زده میشه. والدز هم خوب رفت سمت توپ،
کریم بنزما با پشت پا یه موقع ببین چیپ میزنه یا نه خواست لایی بزنه به والدس که توپ راهی کورنر میشه. لوپز در درون دروازه توپ میاد به محوطه جریمه. پپه رد میکنه این شوت با پای چپ یه پاس در اون انداخته میشه. نیمار تک به تک پنالتی. سرخیو راموس پنالتی کارت قرمز. بله استاد کارت قرمز گرفتم بازم قرمز میگیره. 19مین کارت قرمز سرخیو راموس. با هم نگاه کن چه پاسی. نگاه کنید چه پاسی میده مسی برای نیمار. تک به تک شده بود و پنالتی اخراج میده سرخیو راموس. اینجوری داور نقطه پنالتی رو نشون میده. مسی یه نگاه میکنه به لوپز. ضربه رو میزنه نزدیک بود بگیره. 3-3 مساوی. حالا شاید شرایط بازی تغییر کنه. تو درست زد گوشه دروازه. قشنگ کار میکنن بازیکن بارسا. تیکی تاکای خودشون رو که میگن فراتر از فلسفه بلکه یک مانترا هست براشون رو دارن سعی میکنن پیاده کنن. دنی آلوز پشت محوطه جریمه. ضربه از دنی آلوز به تیر دروازه میخوره. حالا پدرو و توپی که به بیرون میره. این ضربه به تیر دروازه میزنه دنی آلوز. از کنار دست دیگو لوپز توپو عبور داد. اینیستا چرا قشنگ کار میکنه بازیکن بارسا در محوطه جریمه. آندرس اینیستا بین دو نفر عبور و پنالتی. اعلام پنالتی در 83مین دقیقه بازی. اعتراض هواداران رئال مادرید و بازیکن‌ها که با هم اینجا پنالتی یه جوری گرفت از داور آندرس اینیستا. اینجا که خطا نبود خودش رفت زد به پای ژابی آلونسو تا داور پنالتی بگیره. جفت پنالتی که گرفت داور نبودن مال رئال که اصلا نبود. لیونل مسی ضربه رو میزنه و کجا زد توپو. 4-3 به نفع بارسلونا. با هم نگاه کنیم